یه سری دوست دارن، یه سری دوست ندارن. یا یاد میگیرم میزنم که گل بانفشه رو یاد گرفتم که کارم زودتر میافتم. بعد که یاد گرفتم دیگه اومدم بیرون شروع کردم برای مردم. 84 من شروع کردم که الان 20 ساله که تمام داره میزنم. دقیقاً 52 تا. این الان یکیشه، یکی دیگه زیرش شادشه. 52 تا هم براتم. سلطان قلبا، سلطان قلبا. برای که دوست دارم دیگه، برای که قشنگه، دلنشینه. مردم بیشتر دوست دارن اینو. ترکیه هست بیشتر قشنگه. این سلطان قلبا، مثلا شادمه نزدم براتون. این تا بالا خیلی، مثلا تزیش، بنک، افسریه، تهران پاس، حفوظ، بازار مولوی، خیلی کوچه، همه کوچه های تهران میره. شماره 8 رو بزن برام. عشق از کوچه های پایین شهر شروع میکنه تا کوچه های بالای شهر شروع میکنه به سود زدن. واقعا هم صداش زیباست. مشکلات وارد عرصه هنر، واقعا یه هنرمندیه که اصلا ننگش نیست، چون هیچ کس رو نداریم با سود آهنگ بزنه. بعد یک نواخت و هر آهنگی هم که شما بگید از لیستش براتون میزنه بدون خستگی. harus